در ما قلف کردم. خستم در ترسیم در قلف کردم. کورچه را گرفت اومد. بیوی سیاه ہوئی که در گفت. بیوی پدنلد ہوئی که گفت در زد شتکتی. حتما این نوجوان مرده که مادر آزار داده است، مادر خفه کرده است، مادر سخنهای یعنی دلخراش سخت گفته است، حتما این در نزد خداوند جواب میگوید. حتی این نوجوان مرد، این شخصیت ناقدرشناس و سوی مادر میگفته که ای بیوه کی میموری که من خلاص شوم. یعنی که چنین جوانهای بی غیرت و بی ناموس هم در جامعه وجود داشتند. این مادر با آبی دیده با من صحبت کرد، تقریبا تگی 20 دقیقه بسیار خواهش کرد که یک چیز درباره حقوق مادرها صحبت کنه تا اینکه جوانها قدر مادر را بدانند. انشاءالله این خواهش این مادر ما قبول کردیم. امروز یک چیز در باب حقوق مادر و قدر مادر و حق مادر که در بالای ما فرزندها مادر چی حق دارد انشاءالله رب العالمین صحبت میکنیم. برادران عزیز، مادر شخصیتی هست که از روزی که من و شما در رحم او افتاده ایم و تا روزی که خود مادر به درون لحظه می رود غم من و شما را می خورد. مادر شخصیتی هست که از روزی که ما در رحم او می افتیم تا روزی که ما تولد می شویم در درون شکم او را آزار می دهیم. او از دست ما ناراحت است، از دست ما چی رنجها چی ناراحتی ها می بیند. مادر شخصیتی هست که روزی که ما و شما وقتی تولدمون می شود برای تولد ما به مرگ دست به گریبان می شود. مادر شخصیتی هست وقتی که من و شما در رحم او هستیم، وقتی چوب سنگ چیزی اگر به سوی او بیاید سر و بدن و چهره خود را نمی پوشاند بلکه دو دست در بالای شکم می گیرد که مبادا در فرزند من این نرسد. مادر چنین شخصیت است. و روزی که من و شما تولد می شویم بسیار سختترین و مشکلترین و دشوارترین حالت به بالای مادر می آید که بعضی از مادرها یعنی حالت تولد کردن و چنان حالتی سختی هست که در حالت تولد کردن وفات میکنن. بعضی مادرها یعنی به مرگ دست به گریبان میشوند. اما وقتی که من و شما جوانهای محترم تولد میشویم این مادر بزرگوار درد خود را گم کرده و سوی ما نگاه میکنه و در لبهای او تبسم پیدا میشود. یعنی که فرزند من سالم و سلامت به دنیا آمد. مادر شخصیتی هست که من و شما وقتی که طفل بودیم جوانهای محترم وقتی ما شب خواب نمی کردیم گریه می کردیم اونها خواب نداشتند تا سحر در سر گهواره من و شما الله می گفتند و به این دستهای زیبایی که طعام می خوردند نجاستهای من و شما را پاکیزه می کردند. مادر شخصیتی هست که باری هم برای نگهبانی و برای تربیه فرزند اوف نمیگوید. اما چنین ناجوان مردا چنین ناقدرشناس ها قدر مادر را نمیدانند و سوی مادر فریاد میکنن میگن کی میموری که من خلاص شم. ای کاش که تو میمردی مادر خلاص میشید. مادر او شخصیت است برادران عزیز بزرگوار. مادر شخصیتی هست که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم را پرسیدند گفتن یا رسول الله من احق الناس بحسن قرابتی. یا رسول الله از همه زیادتر حقدارترین در بالای انسانیت که هست؟ پیغمبر بزرگوار گفتن امک، گفتن مادرت هست. از همه زیادتر جوان محترم در بالای من و شما مادر حق دارد. از همه حرمت حقدارترین شخصیت، از همه احترام و محترم ترین شخصیت برای من و شما مادر است برادران عزیز بزرگوار.
دوباره پرسیدم گفتم ثم من یا رسول الله، بعد از مادر کی هست؟ جناب پیغمبرتان ثم امک. گفتم بعد از مادر با مادرت هست حقدارترین شخصیت. باز پرسیدم تا یا رسول الله بعد از مادر با کی هست؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا که ثم امک. گفتم با مادرت هست. یعنی 3 بار پیغمبر بزرگوارتان از همه حقدارترین شخصیت در بالای تو جوان محترم مادرت هست. بعد از اون نوبت 4م گفتم پدر. یعنی برادران عزیز بزرگوار، رنج سوزشی که مادر از روی فرزند میبینه او سوزش فرزند نداره. و این خاطر ما و شما جوانهای محترم به قدر مادرها برسیم. مادرها در حیات غنیمت هستند، دائمی نیستند. 5 سال یا 10 سال پس از دنیا میره و والله قسم ابدی جاش خالی میمونه، ابدی میسوزی. بار میخواهی که مادر بگم نمیابی. چند وقت پیش یک انسانی محترم در ما مهمان شد، سالهای پیش در این شهر ما بود. گو حضرت هر باره که من از روسیه میرفتم مادر افتان و خیزان پیشواز من میبرآمد، من پیشواز میگرفت، اما مادر از دنیا گذشت. این 10 وقت خانه رفتم احساس کردم که همه در و دیوار خالی هست، چیزی گم شده است، زینت و زیبایی خانه نمیرسد، نور خانه تاریک شده است. احساس کردم که در خانه چیزی باقی نمانده است. در اصل چنین است برادران عزیز و بزرگوار. مادر شخصیتی هست که پیغمبر بزرگوار گفتن الجنت تحت اقدام امهاتکم. تن جنت شما در زیر قدم های مادرهای شما هست. برادر عزیز بزرگوار، جنت اگر بخواهی که جنتی باشی خاک کف پای مادر شد، خاک کف پای پدر شد. عزیزای خدا می فرمایند جنت که رضای مادران است در زیر قدوم مادران است. خواهی که رضای ما بیابی آن کن که رضای مادران است. حضرت می فرماید جنت که رضای خدا میخواهد که من و شما جنتی باشیم، جنت برویم. جنت که رضای خدا در جنت رفتن است. حضرت میگه در کجا هست جنت؟ تو ای جوان جنت میخواهی؟ جنت جستجو داری؟ در زیر قدم مادرت هست. خواهی که رضای خدا را بیابی آن کاری را که رضای مادر است. برادر عزیز، رضا الله فی رضا الوالدین و سخط الله فی سخطهما. رضاگی الله در راضیگی پدر و مادر است و قهر و غضب الله هم در قهر و غضب و ناراضگی پدر و مادر است. به همین خاطر جوانهای محترم، ما و شما به قدر پدر و مادر برسیم. پدر و مادر خیلی بزرگ هستند، خیلی حقدار. خداوند در 4 جای قرآن بعد از عبادت و بندگی خودش امر برای احترام پدر و مادر کرده است. و عبد الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا. فقط عبادت و بندگی خدا کن، در برابر عبادت و بندگی خدا یگان چیزی را شریک نیار. بعد از عبادت و بندگی پروردگار پدر و مادر تا احترام، پدر و مادر حرمت، پدر و مادر قدردانی کن. احترام پدر و مادر، حقوق پدر و مادر برای فرزند فرض عین است. این حتمی هست، ضروری است. برادران عزیز بزرگوار، از هر فرزندی که پدر و مادر ناراضی باشند، از هر فرزندی که وی عاق باشند، خداوند برای او فرزند جنت حرام گردانده است. پیغمبر بزرگوار در روایت گفتند که وقتی خداوند جنت خلق کرد، تمام زینت و لذتهاش آماده کرد، مهیا کرد، رب العالمین گفت و بعزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم ای جنت برای داخل شدن تو من عاق پدر و مادر حرام گرداندم. عاق پدر و مادر روی جنت نمیبینند و بوی جنت در دماغشون نمیرسه. به همین خاطر برادران عزیز و بزرگوار به قدر پدر و مادر برسیم. خصوصا مادر خیلی بزرگواری است. پیغمبر بزرگوار گفتن و هما جنتک و نارک. این 2 شخصیت جنت و دوزخ شما هستند. هر روز اگر پدر و مادر حیات باشند، از اونها دعا بگیری، از در خانه بیرون شای، خداوند 2 در جنت درود کشاده میگردانه. میگه از کدام درش میخواهی داخل جنت شد؟
رضای پدر و مادر، دعای پدر و مادر، خدمت پدر و مادر تو را جنتی میگردانه. برادر عزیز بزرگوار، عزیزای خدا، مادر حکایت میکنن، مادر میگه خیلی مادر زیبا بود، مادری جوانی بود، در سین جوانی شوهرش وفات کرد. در حیاتش یگانه یک پسر داشت. پسرش چقدر دوست می داشت. بارها میگه به سوی این مادر خواستگارهای زیاد آمدن که جوان هستی، نمیشه و حیات به شوهر گذرانی، بیا شوهر کن. این مادر میگه به خاطر فرزندش، به خاطر که من شوهر کنم، این فرزند احساس بیگانگی میکنه، احساس یتیمی میکنه، مبادا یعنی شوهر دوم بسوش یگان سخنی قبیح و بد نگه که دل من ناراحت شود. این زن میگه دیگر شوهر کردن انتخاب نکرد، قبول نکرد. فرزند رفته کلان شد. وقتی که به خود آمد این فرزند، میگه این مادر یک چشمش عاجز بود، یک چشم یعنی کور بود، نمیدید. به حد رسید که این فرزند وقتی در قد کوچه همراهی جوانها بازی میکرد، اون جوانها میگه به نام مادرش این شخصیت لقب موندن، فرزندی کور، فرزندی همون زنی کور، یعنی مادرت عاجز است، نابینا هست. از بس که جوان بود، بی سواد بود، این جوان رفته میگه در دلش یک نفرت و یک بدبینی نسبت به مادرش پیدا شد. یعنی که مادرش بد دید که از روی مادر شده مردم من چی میگن؟ میگن فرزندی کور، پسری فلان، مادری کور، نابینا. جوان میگه وقتی که به سین 18-20 سالگی رسید، از این طعنه و یعنی سخنی مردم به خلاصه آمد که روز نزد مادر آمد، گفت مادر من از تو بیزار شدم، تو در من دیگر در کار نه، من از این خانه و از این شهر میبرم میرم. گفت هر روز از روی تو من طعنه میشنم، مردم من لقبی پسری کور گفته لقب ماندن، من نمیخواهم همراه تو دیگر زندگی کنم. این شخصیت میگه از شهر برآمده رفت. چند مدتی وقتی برآمده رفت، از بین 6 سال یا 7 سال چند سال گذشت، میگه مادر دل آرام نگیرید، بوی فرزند، مهری فرزند نمیرسه. دست سراغ و جستجوی فرزند شد، یعنی سراغه گیری. گفتم چند دیه پس فرزند دو سکونه داره. رفت میگه یعنی خانه فرزندش پیدا کرد. وقتی در دروازه فرزندش داخل شد، دید یک جوان، یک پسر بچه بازی میکنه در حولی، سر و صورت یک پسری خودش هست، یعنی نبیرش بود. بعد از اون میگه عنیق کرد که این نبیرم است، این فرزند از این پسرم است. در آغوش گیری میگه سر و بدنش بوسه میکرد. این لحظه میگه این جوان پسر این زن صدایی یعنی نامحرم یک صدای در گوش رسید که همراهی فرزندش در بیرون کسی صحبت داره. از در بیرون شد، دید که مادرش است. دوباره میگه از غرور جهالت بیخود شد، به سوی مادر فریاد کرد، گو میمانی به حال خودم باشم، نه از تو آسوده و خلاص شدم مثل این جوانی ناجوان مرد. ای مادر، گفت میمانی به حال خودم باشه. قصه کوتاه، مادر از در بیرون کرد، گفت رو من از تو بیزار هستم، مادری تو برای من لازم نیست، در کار نیست. از در بیرون کرد. مادر میگه هرچند زاره کرد، گفت فرزندم اجازت بده یک بار من تر در آغوشم بگیرم، اجازت بده در یک بار من تر از پیشانیت یک بوسه کنم. میگه ای فرزند اجازت نداد. مادر گریان گشت به سوی شهر آمد، به سوی خانش آمد. این مادر رفته میگه بیمار شد. از غم و سوزش داغ فرزند به جاگه بیماری افتاد. بارها شخصیت های را از اون نزدیک ها خواهش میکرد، میگو فرزندی منه، بگه بار بیای آخرین لحظه هم هست، یک بار دیگر ببینم. میگه این فرزند یعنی دعوت مادر را قبول نمیکرد، نمی آمد. قصه کوتاه، مادر وفات کرد، مادر بندگی کرد. پیش از وفاتش یک نامه نوشت، یک نزدیکش فریاد کرد، این نامه منه، وقتی که منه در خاک سپاریده فرزند ما دعوت کنه، بگه بیا کنیم ملک و زمین خانهش صاحبی کنه، از من بیزار بود، وای دنیا طلب است، دنیا پرست است، در اون خانه و در لازم است بیاید. وقتی مادر وفات کرد، بعد از آن این نامه را شخصیت گرفت،
میگه با سوی فرزندش رفتن گفتن ای فرزند مادرت از دنیا گذشت، بیا برای که ملک خانه و در مادرت صاحبی کن. این شخصیت میگه با خاطر دنیا و با خاطر خانه شده گشت آمد. وقتی در حولین داخل شد، این شخصیتی که نامه را از مادر گرفت، نامه را به نزد آورد، گفت این مادرت در آخرین لحظه هاش چیزی برای شما پیغام نوشته است. بعد از آن میگه نامه را گرفت و کشاد. این مادر نوشته بود که ای فرزندم، ای جگربندم، ای نوری چشمم، من بصیری تو را ندیدم، من از تو بصیری یعنی نبویدم، اما یک چیز من برای تو بگم که ای فرزندم، در وقتش من جوان بودم، زیبا بودم، من در وقتش عاجز نبودم، چشمای من بینا بودن. به خاطر تو تو وار فرزند که تو یتیم هستی، مردم تو را یعنی سخنی بد نگویند، من شوهر نکردم تا اینکه همراهی تو زندگی کنم، اما تو را انیق بودم. وقتی کودک بودی در بغلی من بازی میکردی، در دست یک چوب میده بود، با اون چوب زدی چشم من کور گرداندی. این چشم من تو کور کردگی هستی ای فرزندم. در وقتش من کور نبودم. امروز که از کوری چشم من نفرت داری، من از دست تو به کوری زده بودم ای فرزندم. وقتی میگه جوان این نامه را خوان، بعد از آن فیغان کرد، فریاد کرد و گریه کرد، سر در و دیوار خانه میزد که دیگه براش فایده نداشت، مادر از دست رفته است. یعنی برادری عزیز بزرگوار، جوانی که مادر و سوش فریاد میکنی، مادر سخنی قبیح بد میگویی، این عنیق بودن که حتما روز تو هم پشیمان میشوی، حتما روزی میشوه که این آزار و این سخنهای قبیحی که در حق مادر گفته ای فرزند میشنوی. رب العالمین ما و شما را در قرآن تعلیم داده است که ما باید با پدر و مادر چگونه مناسبت داشته باشیم، چگونه معامله داشته باشیم. رب العالمین میفرمایند ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ای جوان محترم، برای خدمت پدر و مادر، برای اطاعت پدر و مادر اف نگو. کلمه اف چی کلمه است؟ مفسران میگن از همه میده ترین سخنی که سبب ناراحتی و ناراضگی پدر و مادر میشه اف است. یعنی در نزدش میشین اف میگویی، یعنی خسته شدم، دل زده شدم. ای مادر، ای پدر، یعنی کلمه اوف خداوند ما را منع کرده است. اگر اوفی بیکاری هم باشه، خستگی کار زندگیت هم باشه، خداوند تعلیم داده در نزد پدر و مادر اوف نگو، وای ناراحت میشوه، وای غمگین میشوه، وای فکر میکنه که فرزندی من چی غم داشته باشه، چی مشکلی در حیاتش آمده باشه. ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما. ای بدبخت، ای جاهل، رب العالمین برای تو امر کرده است به سوی مادر فریاد نکن، به سوی نزد مادر صدات بلند نکن. ولا تنهرهما. چی جایی که مادر دشنام بودی، چی جایی که مادر بگو که کی میموری. وای به حال چنین فرزندا. انشاءالله رب العالمین حتما این ناجوان مرد از فرزندش این آزار میبینه. نخواه که انسان به سوی مادری که تنها در حیات تنها مانده است، پدر نیست، تنها مادر مانده است، باید تاری سر نوری چشم کنی اون مادره. وای رفیق حیات از دست داده است، در حیات تنها مانده است، در جای نوازش، به جای مهربانی با سوی او میگوی کی میموری. حیفی چنین جوان مردی، حیفی چنین بی غیرتی. و قل لهما قولا کریما. رب العالمین ما را تعلیم داده است که برای پدر و مادر سخنهای خوب بگویه. برای پدر و مادر وقتی در نزد پدر و مادر شدید با او به نوازش، به مهربانی صحبت کن. پدر جان، مادر جان، نور چشم من، قوت دل من، جان من، همه من فدای تو باد. ای مادری عزیز چقدر بزرگوار هستی، فدای تو شوم. ای کاش که این جان من 1000 جان میشد، فدای تو میکردم. ای مادر بسیار بزرگوار هستی. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم ای مادر میگو گریه میکرد. صحابه روایت میکنه میگه وقتی همراهی
پیغمبر بزرگوار بالای قبر مادرش رفتیم و چنان گریه کرد که رخساره های مبارک تر شدن، دامانی مبارک تر، حتی زمین از آبی دیده پیغمبر بزرگوار تر شد. مادر خیلی بزرگوار است. جوانی محترم، شخصیت مادر نداره. یک بار از او بپرس، نامی مادر میگیره، وجودش آب میشود. و قدر پدر و مادر برست. مادر خیلی بزرگوار است. ای مادری محترم، فدای تو شوم، هزار جان عبدالقادر فدای تو باد. جوانی محترم، حتما بعد از شنیدنی مادر وقتی همراهی صحبت کردی، زنگ زدی، این سخنها را براش بگو ای مادر، من قدری تو را تا امروز ندانستم. ای مادر فدای تو شوم، حقی تو را تا امروز من ادا نکردم، من ببخش، من نتوانستم تو را خدمت کنم. فدای تو شوم ای مادر، جانم فدای تو باد. ای مادر، چقدر از دست من رنج عذاب کشید، چقدر ناراحتی دیدی، چقدر غمی من خوردی. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جوان بود به نام علقمه. این قصه را آخر حکایت میکنم. این جوان میگه وقتی که زن گرفت، زنش بسیار دوست می داشت. نسبت به مادر زن بسیار مهربانی میکرد. باره هم میگه چیزی از بازار به جایی آورد، در خانه تنها در آورد، همراهی زنش خورد. از این کارش مادرش خسته شد. مادر یعنی دل مادر در درد در آمد، دل مادر رنجید. از خانه پسر برآمده رفت در خانه دخترش زندگی کرد. علقمه به یک درد مبتلا شد، به یک دردمندی گرفتار شد که سکرات موتش بسیار سخت شد. سکرات موت سخت شد، اما جان از بدنش بیرون نمیشد. جان در گلو آمده بود، بیرون نمیشد. به زبان یا به قرطق یک صدای فریاد میکرد، نعره میزد، اما جان بیرون نمیشد. خیلی سکرات موتش سخت شد. به سوی زنش اشاره کرد، از دی علقمه اشاره کرد، گو بره نزد پیغمبر بزرگوار، بره جناب پیغمبر بگو به نزد ما را بیاید، در حق من دعا کنه تا اینکه خداوند سکرات موت برای من آسان کنه. وقتی زن علقمه به نزد پیغمبر بزرگوار آمد، گو یا رسول الله، گو علقمه در سکرات موت است، جان داده نمیتواند، جانتی بسیار برای شخص شده است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در حال پرسیدند، گفتن که آیا علقمه پدر و مادر دارد؟ گفتن یا رسول الله مادر داره اما پدر نداره، یک مادر پیر داره. پیغمبر بزرگوار در حال گفتن، حضرت علی را همراه شخصیت فرستادند، تنبره مادر علقمه را بگه اگر توانه نزد ما بیاید، اگر پیرانسال باشه نتوانه ما نزد او میرویم. حضرت علی وقتی رفتن، مادر علقمه میگه خیلی سال رفته بودن، قامتی چنگ زده، عصای در دست داشتن. وقتی فهمیدن که جناب پیغمبر دعوت کرده است، در حال میگه از جا خیستن، عصا را گرفتن و میان چنگ، میان خم زده، گفتن جان من فدای رسول خدا، نخوا پیغمبر خدا من دعوت کرده باشه نروم. میگه آیسته آیسته نزد پیغمبر بزرگوار آمدن. وقتی آمدن میگه پیغمبر بزرگوار ببینه چقدر مادر احترام میکردن. پیغمبر بزرگوار میگه ریدای مبارک از کتفشان گرفتن، برای مادر علقمه پایانداز انداختن. تن ای مادر فدای تو شوم، جان من فدای تو باد. دنشون شناندن، گفتن مادر علقمه هستی؟ میگه این مادر گفت بله. گفت مادر علقمه هستم. گفت مادر گفت من از تو چند چیزی را میپرسم، راست جواب بگو. اگر دروغ بگوی همین لحظه حضرت جبرائیل خبر دروغی تو را میرسانه. راست بگو، بین تو علقمه چگونه مناسبت هست، چگونه معامله هست؟ میگه مادر گشت گفت مادر است، مهربان است، نمیخواه که فرزندش سرزنش کنه، طعنه کنه. مادر علقمه گفت گویا رسول الله، گو علقمه بسیار جوان خوب است، سخاوتمند است، دارنده است، مهربان است، مردم دستگیری میکنه. یعنی فرزندش در حال تعریف کردن سر کرد. جناب پیغمبر گفت من از این نمیپرسم، آیا بین تو و علقمه چگونه مناسبت است؟ بعد مادر گفت یا رسول الله، گفت علقمه گفت روز
چیزی آور گفت، همراهی زنش در آمد در خانه تنها خورد. دلی من خفه شد، از علقمه خفه هستم. گفت یا رسول الله. جناب پیغمبر گفت حاجت با زیاد پرسیدن نیست. اهل اصحاب گفت بروی گفت هیزم بیاره، در حولی علقمه هیزم ها را بگذاره، علقمه را در بالای هیزم ها گذاره و علاوش بزنه، آتش بزنه علقمه را. بعد مادر میگه وقتی این سخن از پیغمبر بزرگوار شنید، در حال میگه آبهای دیدش روان شدن. گویا رسول الله نور چشم من، قوت دل من، جگرگوشه من علاوه میزنی علقمه را. رسول الله گفتن یا رسول الله، جناب پیغمبر گفتن ای مادر، اگر ما علقمه را علاوه نزنیم 100 برابر سختتر آتش جهنم علقمه را میسوزانه. در حال میگه مادر بیخود شد. یا رسول الله نجاتش در چیه؟ ما چیکار کنیم علقمه نجات بیابه؟ پیغمبر بزرگوار گفتن که نجاتش در راضیگی شما هست. شما راضی میشوی، علقمه از آتش ما و از آتش آخرت نجات میابه. مادر گفتن که یا رسول الله با شاهدی شما و با شاهدی اصحاب شما من از گناه علقمه گذشتم. وقتی سخن گفتن جناب پیغمبر میگه با سوی حضرت علی اشاره کردن، گفتن بروی ببین حال علقمه چگونه هست. وقتی حضرت علی میگه رفتن در کشادن، در خانه علقمه داخل شدن و سببی که حضرت علقمه دیدن که حضرت علی در آمده است، در حال میگه در زبانشو کلمه آمد، گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. کلمه شهادت گفتن میگه جانش از بدنش بیرون شد. حضرت علی گشتن آمدن، یا رسول الله علقمه کلمه گفتن و وفات کردن، جان به جانان سپاریدن. جناب پیغمبر گفتن آزار مادر سبب شد که علقمه جان داده نتوانست. آزار مادر سبب شد که علقمه کلمه را در زبان آورده نتوانست. و وقتی که پیغمبر بزرگوار علقمه را جنازه کردن، در خاک سپاریدن، حضرت یک جمله های گفتن من فضل زوجته علی امه فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. هر شخصیتی که زنش از مادرش بالاتر میدانه، برای او لعنت خدا، لعنت ملائکه و لعنت تمام مردم باد. هر شخصیتی که یعنی که زنش نسبت به مادرش بهتر بالاتر میدانه. و این خاطر ما و شما جوانهای محترم به قدر مادر پدر برسیم. رب العالمین میفرمایند ان اشکر لی و لوالدیک الی المصیر. میگه شکرانه من و شکرانه پدر و مادر به جا بیاره. این را فراموش نکنه که آخر نزد من میایه. حتما این نوجوان مرده که مادر آزار داده است، مادر خفه کرده است، مادر سخنهای یعنی دلخراش سخت گفته است، حتما این در نزد خداوند جواب میگوید. و همین خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگوار به قدر این بزرگوارها برسیم، خدمت اینها را کنیم، دعاشون را بگیریم. اونهایش که از حیات گذشته هستند اونها را دعا کنیم که خداوند آخرتهاشون، قبرهاشون آباد بگردانه، قبرهاشون پر نور بگردانه، روحهاشون از ما فرزندای بی غیرت و بی همت خرسند شاد و راضی بگردان. پروردگارا این جمعیت ما را بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بفرما. پروردگارا مشکلی های ما را آسان بگردان، در کسب و کار حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگارا برای ما توفیق بده که خدمتگار پدر و مادر باشیم. پروردگارا بار الله اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان. پروردگارا دشمن های اسلام خار و زبون و نیست و نابود بگردان. پروردگارا حکم قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگارا این مسجد ما را زودتر آباد و آبادتر بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید، آرزو، مراد و مقصدی داشته باشن، با مراد و مقصد برسان. یک دو درچه ما بیمار دعا پرسم پروردگارا برای شفای عاجل کامل نصیب فرما. یک دو در مسابقه داشتم پروردگارا در این مسابقه پیروز سربلند نصیب بگردان. پروردگارا بار الله به فرزندار فرزند صالح عطا بفرما. محبوسا و زندانیا را آزادی نصیب بگردان. قرضدارا را از حالت قرضداری نجات بده. پروردگارا این جمعیت ما را بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بفرما. پروردگارا مشکلی های ما را آسان بگردان، در کسب و کار حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگارا برای ما توفیق بده که خدمتگار پدر و مادر باشیم.
پروردگارا بار اله اسلام عزیزی ما را در روی عالم غالب بگردان. پروردگارا دشمنهای اسلام خار و زبون و نیست و نابود بگردان. پروردگارا حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگارا این مسجد ما را زودتر آباد و آبادتر بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید آرزو مراد و مقصدی داشته باشن با مراد و مقصد برسان. یک دو درچه ما بیمار دعا پرسم پروردگارا برای شفای عاجل کامل نصیب فرما. یک دو در مسابقه داشتم پروردگارا در این مسابقه پیروز سربلند نصیب بگردان. پروردگارا بار اله به فرزندار فرزند صالح عطا بفرما. محبوسا و زندانیا را آزادی نصیب بگردان. قرضدارا را از حالت قرضداری نجات بده. زنها و مادرها و خواهرها در پرده حیای خود مستور بگردان. پروردگارا خاتمه ما را به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین یا رب.